مردی مشغول پیاده کردن گوسفندی از کامیون بود تا آن را برای عید قربان قربانی کند. گوسفند ناگهان از دستش رها شد و فرار کرد تا اینکه سر از خانه یک خانواده فقیر و یتیم درآورد. مادر این کودکان یتیم طبق عادت هر روز جلوی در می ایستاد و چشم به راه بود تا شاید کسی برایشان نذری یا غذایی بیاورد. وقتی گوسفند وارد حیاط شد، زن از خانه بیرون آمد و به اطراف نگاهی انداخت. در همان لحظه همسایه‌شان ابو محمد را دید و با خوشحالی گفت: ابو محمد، خداوند نذرت را قبول کند. زن تصور کرد که مرد گوسفند را نذر کرده و برای آنها آورده است. مرد که حیرت زده شده بود چیزی نگفت، فقط آرام پاسخ داد: خواهرم، مردی را که در حق یتیمانت کوتاهی کرده ببخش. سپس رو به قبله ایستاد و گفت: خدایا، این قربانی را از من بپذیر. فردای آن روز مرد به بازار رفت تا گوسفند دیگری تهیه کند. یکی از آنها را دید که چاقتر و بزرگتر از گوسفند قبلی بود. آن را انتخاب کرد و نزد فروشنده رفت تا حساب کند. اما فروشنده با لبخند گفت: این گوسفند رایگان است، چون نذر کردم اولین مشتری.